سیاست نجنگ نه صلح چه نوع سیاستیه؟ وقتی که تو حاضر نیستی نه هزینه صلح رو پرداخت بکنی و نه حاضری هزینه‌های جنگیدن رو متحمل بشی، وارد فاز نجنگ نه صلح میشی. یه سری تاکتیکای خیلی معروفی دارن براش، که مثلا تو هیچ وقت خودت به صورت مستقیم درگیری رو ایجاد نمی‌کنی. همیشه یک فرد سوم، یک گروه سومی هست که تو کاراتو از طریق اونها انجام میدی. راه حل دوم، این در واقع ابزار دومش، وقتی که تو میای یه سری جنگ ها یا تنش های کوچولو ایجاد میکنی که قابل انکار هم هستن، در نتیجه هر موقع ازت خواستن که پاسخی بگیرن میگی که نامانع بودم، من در جریان نبودم، تقصیر من نبود. مورد سومی که انجام میدن اینه که همیشه یه قدم میان جلو، یه تنش ایجاد میکنن میان جلو و نیم قدم برمیگردن عقب. این فضا باعث میشه که یک فضای تعلیقی ایجاد بشه و باعث ناامنی و عدم اطمینان بشه برای آدمایی که دارن توی چنین شرایطی زندگی میکنن. علاوه بر اون، ما در واقع این سیاست رو میتونیم هم توی خانواده ها ببینیم، هم از کوچکترین عضو یک جامعه تا بزرگترین المان یک جامعه ما میتونیم این سیاست نجنگ نه صلح رو ببینیم. و وقتی که آدم‌ها از گفتگو فرار میکنن، در نهایت یک نفر بخواد حرفش رو به کرسی بنشونه، از این سیاست استفاده میکنه و شما بگید که برای راه حلی دارید یا نه. برای دیدن راه حل آدمایی که دارن با این تاکتیک جلو میرن، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، دوست داشتید کامنت بذارید. میبینمتون